باب نهم به ناگزیری تن دهید. وقتی بچه خرد بودم روزی در بالاخانه کلبه نیم ویرانه بازی میکردم و هنگامی فرامدن یک پایم را بالای تیریزه مونده سپس پایان پریدم. در انگشت اشارت دست چپم انگشتری بود و هنگام پایان پریدن او در میخ در ماند و آن انگشت کنده شد. من به داد و فریاد آمدم، به دهشت افتادم، اما وقتی زخمم شفا یافت دیگر یک ثانیه هم از آن به تشویش نمی افتادم. اکنون چی فایده؟ به ناگزیری تن دادم. حاضر حتی در 1 ماه و 2 ماه هم دیگر به خاطرم نمی آید که در دستی چپ همگی 4 انگشت دارم. چند سال مقدم من با آدمی وا خوردم که عموماً پنجه چپش نبود. پرسیدم که آیا از این عذاب دارد؟ 1 ذره هم جواب داد او. قریب که به خاطرم نمی زند. من زن ندارم و فقط وقت سوزن پلوش کردن لازم می آید این را به یاد می آورم. عجیب، ما چطور تیز به هر گونه حادثه حیات تن می دهیم به شرط مجبور شویم چون این رفتار نماییم. تن می دهیم و آن را از خاطر می براریم. من بسیار وقت کتیبه های ویرانه های مسجد عصری 15 امستردام را به خاطر می آورم. این کتیبه ها به زبانی فلامندی بوده چون این معنا دارند: این همین طور است، نمی تواند دیگر خیل شود. در جاده حیات به حادثه های ناگوار دوچار می آییم که آنها را تغییر دادن هیچ ممکن نیست. آنها نمی توانند دیگر خیل باشند. در نزد ما 2 راه است: یا ما آنها را قبول کرده تن می دهیم یا به این ناگزیری مقابلیت کرده به التهاب عصب گرفتار می شویم. من گفته های خردمندانی یکی از فیلسوفای محبوب ویلیام جیمز را به سهمتان می رسانم. او گفته است: تن دادن به قبول آنچه که هست و تن دادن به قبول آنچه که روی داده است این قدمی اولین می باشد در بابت پشت سر نمودنی هر بدبختی. الیزابت کانلی به این ضمنی تجربه تلخی حیات باور حاصل کرد. چند قبل از او مکتوبچه زیرین را گرفتم. در آن روزهایی که تمامی امریکا غلبه قوه‌های مسلح ما را در افریقای شمالی اید می‌کرد نوشته است او: من از وزارت دفاع برقیه گرفتم که جیانم بینام و نشان گم شده است. جیانی دوست داشته ترینم. 1 چند روز بعد برقیه گرفتم که از مرگ او خبر میداد. به غم مبتلا شدم. تا این وقت از حیات پر راضی بودم. کسب و کار داشتم، کسب و کاری خوبه و به جیانم که برایم تمثال تمام خوشی‌های جوانی بود پیوسته یاری می‌رساندم. ضمن کمک به جیانی دوستدار حس می‌نمودم که حاصل زحمتم 1 بر 1000 شده ایستاده است. انا در چنین حالت این برقیه به نظرم دنیا چپگردان شد. حس کردم که زندگی برای من دیگر معنا و مضمونی ندارد. ذوق کارم را گم، دوستانم را فراموش کردم. تماما بی‌حس و خیلی سنگدل شدم. برای چی کشته شده است؟ این پسر بچه برای من خیلی عزیز که پیش رویش تمامی درهای حیات گشاده بودند و این هیچ تن دادن نمیخواستم. غم و غصه من آنقدر زیاد بود که قرار دادم کار را بس کرده از آدمان پناه برده باقی مانده حیاتم را به عشق و غم پیوسته گذرانم. قرارم قطعی بود. وقتی پیش از کار را بس کردن خواستم میز کاریم را به ترتیب آورم، ناگاه مکتوبی به دستم افتاد که آن را کیها از خاطر برآورده بودم. مکتوبی جینی خدا رحمتیم را. او این مکتوبچه‌اش را 1 چند سال پیش بعد فوت مادرم به من نوشته بود. البته ما همه از هجران او محزون می شویم گفته می شد در مکتوب و از همه بیشتر تو، ولی باور دارم که به این تاب می آری. فلسفی شخصیت به تو کمک می رساند. من از آن حقیقتی زیبا، حقیقی و خردمندانه را که تو تعلیم می دادی هیچ از خاطر نمی برارم. در کجایی باشم از تو دور یا نزدیک هیچگاه از خاطر نمی برارم که تو می گفتی هر یک واقعه را که روی می دهد با تبسم و مردانه قبول نمودن لازم است. مکتوب را چند بار گشته و برگشته خواندم. به من چنین نمود که صاحب مکتوب در پهلویم ایستاده است و می گوید آن چیزی را که تو خود به من تعلیم می دادی چرا رعایت نمی سازی؟ اندوهت را نهان دار، بخند و خودت را احتیاط نما. و باز به کار چسبیدم. خشم حزن را فرو نشاندم. گشته و برگشته به خود می فرمودم این واقعه الکی روی داده است و من اکنون چیزی را تغییر نمی توانم داد، ولی خود را نگاه داشته می توانم گفت.
بعد این خود را پر به کار بخشیدم. تمام قوا و مهارت روحانی و جسمانیم را صرف مهنت می نمودم. به اسکرها، به فرزندان و خویش و اقربای کیم کیها مکتوبها می نوشتم. به کورس‌های شبانه برای کلانسالان داخل شدم. می خواستم کار و مشغولیت‌های ذوق‌آور و دوستان نو پیدا کنم. حتی بعضاً باوری خودم هم نمی آید، ولی این عمیق است که حیاتم پر تغییر یافت. برای گذشته بی بازگشت سوختن و گریستن را بس کردم. حاضر طور جینم آرزو داشت هر روز با خرسندی زندگی دارم. همین طریق با زندگی آشتی شدم. اکنون از پیشینه دیده بالید روح و خوشحالم. بله، الیزابت کانلی فهمید که دیر یا زود به ناگزیری تن دادن لازم است. این همین طور است، نمی تواند دیگر خیل شود. راستی گپ این سبق را از خود کردن آسان نیست. حتی پادشاهان هم نباید این را از خاطر فراموش کنند. گیورگی 5 نوشتجات زیرین را در دیوار کتابخانه خود واقع در قصری بوکینگهم جای داده بود. به من آموز که چیزی دیگر را طلب نکنم و از گذشته بی بازگشت محزون نگردم. این اندیشه عمیق را شوپنهاور چنین افشا نموده است: ذخیره درکاری اطاعتکاری برای به سفری حیات برآمدن اهمیت اولین درجه دارد. معلوم که یک خودی وضعیت مرا نه خوشبخت کرده می تواند و نه بدبخت. اساسش آن است که ما با آن چی طور مناسبت می کنیم. حسیات ما این را معین می سازد. همه ما به شرط مجبور شویم مهارت داریم که به هر گونه بدبختی و فاجعه غالب آییم. ممکن به ما همین خیل نماید که از عهده‌اش نمی براییم، ولی قوه‌های داخلی خیلی پرزور داریم که اگر آن را استفاده بریم از همه گونه حالت بیرونمان می سازد. ما همه نسبت به آنی که به نظرمان می نماید خیلی زورتریم. مرحوم بود تورگینگتون، نویسنده معروف امریکا، همه وقت می گفت من به همه دشواری حیات طاقت می آرم بغیر از نابینایی. نابینایی بدبختی دهشتناکترین دنیاست. اما هنگام 30 سالی تورگینگتون از 60 گذشته بود، یک وقت به قالینی فرش خانه نگریسته گلهای آن را در هم بر هم داد. تورگینگتون به متخصص مراجعت نمود و حقیقت دهشتناک آشکار گردید. معلوم شد یک چشمی او الکی نمی بیند و چشم دیگرش نیز در عرفه از کار برآمدن بود. یعنی به وقوع می پیوست آنچه که او پیش از همه ترس داشت. خوش، تورگینگتون به این دهشتناکترین بدبختی چگونه مناسبت کرد؟ آیا او به قرار آمد که این انتهای حیاتش است؟ هرگز نه. خود هم از این حیران موند که بعد این همه هزل و شوخی او را ترک می کرد. داغ‌های در هم برهم شونده او را عصبانی می کردند. پیش چشمانش شینا نموده عالمی اطراف را از او نهان می ساختند. بله، وقتی می دید که داغی از همه بزرگ پیش چشمانش را می گیرد، او با هزل آواز می برآورد: سلام سلام، باز آمدی ای موسفید. عجایب به کجا روانه‌ای در این صبحدم زیبا؟ مگر دشواری می تواند چنین روح را شکند؟ البته نه. وقتی تاریکی دهشتناک پیش چشمانی او را پوشاند، تورگینگتون گفت: من فهمیدم که به نابینایی تاب می آرم، چون که آدمی به همه چیز قادر است. اگر تمام 5 عضو حسم را هم از دست می دادم، البته زندگیم در عالم باطنی خود ادامه می یافت. با امید نجات بینایی به تورگینگتون لازم آمد که در طول 1 سال 12 عملیات جراحی را از سر گذراند. می فهمید که اجرای این کار حتمی است. این یگانه علاج آسان کردن درد و خود را خوب اداره کردن است. او پلاتای علاهیده را رد نمود و به نزد دیگر بیمارانی به خودش مانند رفت. کوشش میکرد روحی دیگران را بلند بردارد. عملیات‌های نو به نوی جراحی را از سر گذرانیده، تورگینگتون کوشش میکرد خود را باور کناند که کاری او آمد کرده است. چه خیلی عالی جناب، گفته است او، چه خیلی عالی جناب، که علم طب امروز قادر است چشم بر این عضو مرکب را جراحی نماید. هر آدمی مقرری اگر نابینایی و 12 عملیات جراحی را از سر میگذراند، البته به التهاب عصب گرفتار میشد. ولی تورگینگتون گفته است اگر امکان هم می بود آنچه را که از سر گذرانیده ام هرگز به واقعه های دیگر عوض نمی کردم. معلوم که این واقعه به او به ناگزیری تن دادن را آموخت. معلوم شد که در عالم قوی از او زورتری وجود نداشته است. تورگینگتون آن چیزی را فهمید که جان میلتون کی ها کشف کرده بود: بدبختی خودی نابینایی نه، بلکه از عهده آن نبرآمدن است. بله،
اگر ما هر قدر برآشفته شویم، مقابلیت نشان دهیم، سختی کنیم چیزی را که ناگزیر است، تغییر داده نمی توانیم، ولی خودمان تغییر می یابیم. خودمان را بای می دهیم. من این را خوب سنجیدم و خوب می دانم. طولی 12 سالی که در فرم کار کرده با گاو سر و کار داشتم، یگان بار ندیدم که حرارت ماده گاوی جرسی از آن که چراگاه از بیابی سوخته است یا که امروز برفی تر می بارد بلند شود. ماده گاو هیچگاه غم نمی خورد که بقه به دیگر غناجین بیشتر دقت می دهد. حیوان محیط شبانه، طوفان و حتی گرسنگی را آرامانه می گذراند. از این رو نه به التهاب عصب نه به زخم معده گرفتار می گردد و دیوانه هم نمی شود. شما فکر می کنید که من طرفداری تن دادن به تمام این ناسازگاری های قسمتم؟ این فتالیسم تقدیر پرستی است. تا جایی که امکان دارد وضعیت به می شود، مبارزه بردن لازم. ولی وقتی عقل سالم به ما می فهماند که چیزی با آن روبرو شده امان همان خیل به تغییر می ماند و هیچ ممکن نیست که دیگر شود، به خاطر حفظ تندرستیتان، حفظ عصبتان غم و غصه نخورید، از آن فاجعه نسازید. هنگام کار در بالای این کتاب من با آدمان خیلی معروف امریکا صحبت داشتم و این به من تأثیرات عمیقی واگذاشت که آنها به ناگزیری تن می‌دهند و حیاتشان غیر چشم داشت خیلی آرامانه است. اگر آنها چنین مهارت نمی داشتند، شدندناکی را که حیاتشان داراست برداشت نمی کردند. انا یک چند مثال مشخص. پینی صاحب فیرما و یک قطار مغازه های معروف تمام مملکت باره به من گفت اگر تمام پولهایم را تا آخرین سنت از دست دهم به تشویش و هیجان نمی آیم. آخر تشویش و هیجان به کار کمک نمی رساند. چیزی از دستم می آید می کنم، عاقبتش نتیجهش چی می شود؟ فقط خودی خدا می داند. هنری فورد هم به من تخمینا همین را گفت. وقتی دیگر وضعیت را اداره کرده نمی توانم، امکانیت می دهم که آن خودش را اداره نماید. وقتی کیلر پرزیدنت کارپوریتی کریسلر پرسیدم که خود را از تشویش و هیجان چگونه حفظ می کند، جواب داد وقتی به حالت دشوار گرفتار می شوم، چیزی که از دستم می آید می کنم. دیدم که نشد آن را از خاطر می برارم. از آینده هیچگاه به تشویش نمی آیم. آنقدر قوه های موجودند که حتما به آینده تأثیر می رسانند. هیچ کس آن را فهمیده نمی تواند. پس چی لازم تشویش کشیدن؟ اگر کلر را فیلسوف نامم شرم می داشت، البته او فقط یک بیزنسمن خوب است، ولی عقیده های او با فلسفی اپیکتت که 12 عصر مقدم تعلیم می داد که جانب خوشبختی یک راه است، در بابت چیزهایی که به اراده ما وابستگی ندارد تشویش نکشیدن موافق می آید. سرا برناره که همه او را سرای الهی می نامیدند، مهارت فوق‌العاده‌ای به ناگزیری تن دادن داشت. طول نیم عصر او در بهترین صحنه‌های دنیا نورافشانی می کرد. در 4 قطعه دنیا سرا را ملکه تئاتر می نامیدند. دوست داشته ترین هنرمند در روی زمین بود. اما وقتی 71 ساله شده بایگریش را از دست داده بود، دکترش پروفسور پوتسی از پاریس گفت که یک پایش را بریدن لازم می آید. هنگامی اقیانوس اتلانتیک را شنا کردن، باری برای سکان کشتی افتاده زخمش به تدریج و فلبیت پیچید. از این رو عاقبت پای را بریدن لازم آمد. دکتر گمان داشت که از این خبر داد و فریادی سارا به فضا می خیزد، ولی خطا کرد. سارا مدتی تقریبا 1 دقیقه سینچکارانه به چهره او نگریست و سپس آرامانه گفت در کار باشد، بریدن گیرید. قسمت همین خیل بود. وقتی سارا را به خانه جراحی می بردن، به پسرش که در پهلویش می ایستاد و می گریست خوشحالانه دست افشانده گفت نرفت، من حاضر بر می کردم. و رهاره تا خانه جراحی صحنه را از اسپکتاکل بازی کردن گرفت. بعدتر کسی از او پرسید که آیا او این را برای خود را روح بلند کردن اجرا نموده است؟ جواب داد که نه، من خواستم دختران را روح بلند سازم. آخر می دانستم که اینها خیلی در هیجانند. بعد جراحی سارا به هنرنمایی پرداخته، باز 7 سال دیگر به مردم ذوق بخشیده است. وقتی ما به ناگزیری مبارزه را بس می کنیم، نوشته است السی مک‌کورمیک در مجله ریتسر دایجست،
نیرویی را که حیات ما را رنگین می سازد نجات می دهیم. یگان فرد زنده آنقدر احساسات و نیرویی را که هم با ناگزیری مبارزه برد و حیات نو تهیه سازد ندارد. از دو یکی را انتخاب کردن لازم می آید. شما باید که یا در زیر برف ناگزیری حیات میان خم کنید یا مقابله نشان داده شکست شوید. این را من با دو چشم سر در فرمه‌مان در میسوری مشاهده کردم. یک وقت 20 عدد نهال شناندیم. در اول آنها خوب نشانما میکردند. سپس هنگام برفریز هر نوده آنها را قبط غفصی یخ پیچانیده گرفت. بجای آن که این نهالان زیر بار گران برف خم خورند، فارغ بالانه سر بالا نگاه داشتن میخواستند و عاقبت تاب نآوردند و همه‌شان را نابود شدند. آنها حکمت درختان شمالی را دارا نبودند. من سرخمی جنگل‌های همیشه سبز کانادا را نیز دیدم، ولی باری هم به درخت وا نخوردم که از وزن برف شکسته باشد. این جنگل‌های همیشه سبز می‌دانند که چگونه خم شدن لازم، چه طور نوده را قطع کردن در کار و به ناگزیری چگونه تن دادن لازم است. دانندگان جیوجیتسو به شاگردان خود تعلیم می‌دهند که مثل بلوط مقابلیت نشان نداده بلکه چون بید خم و راست شوند. چرا ریزین چرخ اتومبیل اینقدر ضربه بسیار می‌خورد و ولی تیکه و پاره نمی‌شود؟ در اول برای اتومبیل‌ها بالون‌های ریزینشان خیلی سخت می‌برآوردند، ولی تجربه نشان داد که برای بالون نه ریزینی سخت بلکه ریزینی لازم است که مقابلیت نشان نداده ضربه ها را به خود قبول نمایند. به من و شما چی روی می‌دهد اگر به ضربه های حیات مقابلیت نشان دهیم به جای آن که آنها را به خود قبول نماییم؟ به من و شما چه حادثه روی می‌دهد اگر چون بیت همچون راست نشده چون بلوط مقابلیت نشان دهیم؟ جواب این سوال بسیار عادی است. نزاع‌های زیادی داخلی تشکیل می‌دهیم. ما ناآرام، ناتنج، تیزخواص می‌شویم. عصب‌هایمان ویران و لکانک می‌گردند. اگر بسیار چقور رویم و حقیقت تلخ ما را احاطه کردن را پسند نکنیم، به عالمی خیالی خود وارد گشته عجب نیست دیوانه هم شویم. در آوان جنگ هزارها عسکران ترس خورده یا به ناگزیری حالت تن می‌دادند یا به التهاب عصب گرفتار می‌گشتند. این را از مثال ویلیام کاسلیوس که حکایش در کورس‌های ما سزاوار جایزه گشت و به همه پسند آمد مشاهده می‌شود. او این طور حکایه کرد: وقتی خدمتم آغاز یافت مرا به یکی از موضع‌های خوفناکترین ساحل اقیانوس اتلانتیک فرستادند و نظارتچی ماده‌های ترکنده تعیین کردند. مرا تصور می‌کنید دیگران را نه و مرا فروشنده مغازه محصولات قنادی نظارتچی ماده‌های ترکنده. همین اندیشه هم کافی است که در بالای هزارها تن ماده‌های ترکنده ایستاده و خون در رگ‌های فروشنده محصولات قنادی شخص شود. برای آموزش کسبی نوم همگی 2 روز وقتم دادند و چیزی را که آموختم بیشتر به دهشتم آورد. سپارش یکم خود را هیچگاه از خاطر نمی برارم. در یک شب خنک و سیاه من فرمان گرفتم که باید به کیوان پایتی شتات نیوجرسی شنا کنم. به من 5 نفر یاردمچی دادند. آنها مردان خیلی بقوت بودند ولی درباره ماده‌های ترکنده چیزی را نمی‌دانستند که بمب‌های بار کرده ایستادند که ترکیش یک دانش می‌تواند این کشتی کهنه را پاره پاره کرده همین ما را به نزد باباکران‌هایمان فرستاند. بمب‌ها با کمک 2 ارغمچین پولادین پایان فراورده می‌شدند. خود به خود تکرار می‌کردم: اگر یکی از این ارغمچین‌ها لغزد یا کنده شود، آه خدایا، من چقدر می‌ترسیدم. لرزم گرفته دهانم خشک می‌شد. زانوهایم خود به خود خم می‌شدند. به نظرم می‌نمود که دلم از سینه‌ام بیرون می‌جهد ولی از دستم کاری نمی‌آمد. گریختن، اگر گریزم می‌گذشت از دلم. هم خودم هم تمام اولاد و اجدادم شرمنده و طعنه‌سار می‌کردند. حتی ممکن بود دستگیر کرده همچون دیزرتیر می‌پراندند. نه، گریخته نمی‌توانستم. مجبور بودم طاقت کنم. با دلی لرزان می‌دیدم که چطور حمالان من به احتیاطی می‌کنند. هر لحظه ممکن بود کشتی بترکد. از این دهشت 1 ساعت گذشت و تمام وجودم عرقی خنک کرد. عاقبت عقل سالم را به کمک دعوت نمودم. حتی خود را طعنه زدم. فرض کردم که می‌ترکم. خیر چی؟ فرقش چی؟ این نسبت برک مثلا مرگ خیلی آسان است که ابلهی نکن.
از دو سر در دنیا جاویدان نمیمانی. باید این سپارش را اجرا بکنی یا تو را میپرانند، کدامش بهتر؟ انا همین طولی چند ساعت خودم را طعنه کردم و ناگهان درک نمودم که سبکی حس می نمایم. عاقبت تشویش و هیجان را فرو نشانده خودم را مجبور نمودم که به ناگزیری تن دهم. این سبق را یک عمر از خاطر نمی برارم. حاضر هم هرگاه در من تمایلی تشویش و اضطراب پیدا می شود و بینم که برای تغییر وضعیت کاری از دستم نمی آید، کتف در هم می کشم و می گویم این را فراموش بکن. و تصور کنید که این کمک می رساند حتی با فروشنده مغازه قنادی هم. بله، زنده باد فروشنده مغازه قنادی. بعد چهارمه خود تسلیم کردن عیسی، صحنه از همه مشهور و فاجعه‌ناک مرگ در تاریخ انسانیت، مرگ سقراط به شمار می رود. حتی بعد از 10,000 عصر هم آدمان با شفق و مفتونی به اندازه این اثری پلاتون را چون نمونه برجسته ادبیات عمومی دنیایی مطالعه خواهند کرد. بعضی شهروندان افین از رشک و حسد به سقراط، پیر و پایلوچ گواهی قلبکی می دادند. او را سود کرده به مرگ حکم نمودند. خادم محبس که به سقراط مناسبت مهربانانه داشت، جام زهر را دراز کرده گفت کوشش بکن چیزی را که ناگزیر است سبک قبول نمایی. سقراط نیز همین خیل مناسبت نمود. او مرگ را با آرامی کامل و خیلی ارزنده پیشواز گرفت. کوشش بکن چیزی را که ناگزیر است سبک قبول نمایی. این سخنان 399 سال پیش از سالشماری ما گفته شده اند، ولی عالم پیر و همیشه پر از تشویش ما حاضر هم بیش از هر وقت به این سخنان احتیاج دارد. کوشش بکن چیزی را که ناگزیر است سبک قبول نمایی، به ناگزیری تن ده.